در 6 ماه اخیر سودا بین ولایت سوغد و ازبکستان نظر به همین دوره سال گذشته 1 برابر زیاد شده است. ریاست گمرک ولایت سوغد در نشست خبری خود روز 1 آگوست افزایش تجارت را به گرم شدن مناسبات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان ربط دادند. واردات در دوره 6 ماه سال 2017 25.2 میلیون دلار را تشکیل داده باشد. صادرات به این دولت 23.3 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در این نشست گفته شد که از ولایت سوغد به ازبکستان عمدتاً معدن، سمنت، کابل، قبرهای پلی‌اتیلنی صادر گردیده، از آن کشور به منطقه شمالی تاجیکستان نوری‌های مینرالی، مال‌های روزگار مثل یخدان و تلویزور، محصولات قنادی و لباس و متاع پختگین وارد گردید. بنابر آمار رسمی در سال 2015 گردش مال و کالا میان منطقه‌های شمالی تاجیکستان و ازبکستان به 8 میلیون دلار برابر بود و این رقم در پی گرمی مناسبت‌ها بین این کشورها سال گذشته به بیش از 60 میلیون دلار رسید. امسال تنها در 6 ماه اول ولایت سوغد و ازبکستان نزدیک 50 میلیون سامانی داد و گرفت کردند. بار اول است که به تاجیکستان آمدم. مردم خوب و مهمان نوازند. ما از بهتر شدن مناسبات خرسند هستیم. می‌خواهیم که داد و گرفت و رواق بیشتر شود. این حالت هم به منفعت ما و هم منفعت تاجیکستان خواهد بود.